پسرکمون خیلی آرتیست خفنیه، خیلی قشنگ مینوازه. اسمشو بنویسه. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. درودهای بیکران ما برسه به شما عزیزان. سینا هستم، پریسا هستم، در چنل پریفان ملودی با یک موزیک بسیار سورپرایز و جذاب، کاور آهنگ مشهور محسن یگانه. پریفان میوزیک رو گفتم، بله. نه میوزیک رو خیلی خوش اومدید. قراره بریم بهت قول میدم بشنویم با اجرای بانوی اهل تاجیکستان. امیدوارم که با ما همراه باشید، کیف کنید، لذت ببرید. ما هم همینطور دوره هم. من همسایه‌های ترکمون پخش میشه فکر کنم تو تلویزیونشون. درسته. از محسن یگانه. جهانی شد دیگه. آره، هی من بهت قول میدم و میگم آخ جون همسایه ایرانی اومد تو آپارتمانمون، ولی خب دوستان بس که عاشقشن. از بانو نیشونای رستم یا همون نشانی شاید باشه اسمشون، نیشونای، نمیدونم. نشانی. امیدوارم لذت ببرید مثل ما، تا آخرین ثانیه با ما همراه باشید. نشانه رستم چه اسم و فامیلی داره. به به، در دوشنبه زیبا، چه لوکیشنی. میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی. این بازی هر روزه، نترس آدم دم رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. بهت قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش. دورم از تو دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو. بهت قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش. دورم از تو دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو. خیلی صداش قشنگه. شروع که کردم میخواستم بگم جنس صداشو دوست ندارم، چون خیلی خشک داشت میخوند. یعنی بعد تو اوج که رفت فوق‌العاده بود. خب زیبا هم که هستن بانو. بیشتر کلیپ با چیز ضبط شده، با درون، با هلیشات در هوا میچرخد. خیلی جالبه، یعنی سخت بوده. منم بخرم دوست انشالله. بعد بری بالای این برج توی دوشنبه تاجیکستان، خیلی قشنگه، اونجا کلیپ بگیری. لوکیشنش فوق العاده است. حس باحالی میده. دارم من واسه فردای تو. چه ملودی داره، فوق العاده است. الکی نیست، جهانی شد. میدونی؟ به زنده باد جوانای هنرمند تاجیکستان. از عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی. تو باقی مونده احساسمو از من گرفتی. یا میخوای من باشی یا یادت بره، مایی وجود داره خود آماده رفتنی یا ترست نمیذاره. اصلا نترس، راحت برو بی من. هیچ کی به جز تو منو یادش نیست. فکر کرده کی از من خبر داره. راحت برو، هیچ که حواسش نیست. بهت قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش. دورم از تو دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای. جنس صداش میدونی شبیه صدای کیه؟ سحر، خواننده ایرانی که اونم جوونه ولی خب شاید سنش بیشتر باشه. خیلی صدای پخته ای داره. فکر کنم سحر بچه‌ها بشناسن. آره دقیقاً جنس صداش همون صداست و صدای بسیار خوبیه برای یه خانم برای خوندن. تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو. بهت قول میدم سخت نیست، لااقل برای
واسه فردای تو. اوجا رو هم با تحریر زدن به رخ میکشه صداشو. یه فیلتر خوشگلی هم رو ویدیوه خیلی دوستش دارم. این پسرکمون خیلی آرتیست خفنیه، خیلی قشنگ می‌نوازه. اسمشو بنویسه. فوق‌العاده بود. خیلی آفرین. قشنگ. کاور خوبی بود برای بهت قول میدم. به نظرم خیلی تمیز بود همش، همه آره. جاش، چه شعرش، چه آهنگش، چه نوازنده ها. اکتاشون. آره همه چی فوق‌العاده. فکر کنم اسمشون رو توی دسکریپشن داشته باشیم، یه خدا تشکری خفن بکنیم ازشون. ارنجمنتش رو فقط نوشتم نداریم بختیار، بچه ها اسمشون ساکالوف و میکس و مستر. کارگردانش هم منوچهر دولت. شاهرخ آمانوف. میکس و مسترش هم شاهرخ آمانوف. قشنگ، خیلی خوب بود. قشنگ. تر و تمیز، زیبا، لذت بخش. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم بعد از این ما شما لذت برده باشید. حتما لایک و کامنت رو بزنید و به ما کلی پیشنهاد کنید. دورم میبینیم و دقایقی رو عشق میکنیم. قربون شکل ماهتون، ماش به کلاتون. تا یه موزیک دیگه، خدا نگهدار.